тавре ки ваъда дода будем, аввалин мавзӯи канали мо фарҳанги истифодабарии сомонаҳои иҷтимоӣ аст. агар инсон خودش انسانی کامل و انسانی درست باشد هیچ وقت دشنام و سخنهای قبیح در زیر عکس‌ها و ویدیوهای دیگر نمی‌نویسد. К сожалению, именно такие мнения, такие комментарии выражаются именно у нас, в нашей молодежи. بیشتری امین کامنت‌های بد از جانب مردم نوشته می‌شود و خودشان مساعدت می‌کنند مردم رو بد. تحمل پذیر نبودن یکی از سبب‌های مثلا پیدا شدن کامنت‌های بسیار دخیل است. من فکر می‌کنم به شان و شرف مرد این کردارها نمی‌زیبد. این برای من هیچ خوب نمی‌دهد که مثلا من رو تحقیر کنم. کسی به شما اظهار سپاس نمیگوید و رحمتنامه‌ای به پدر و مادر شما هم نمی‌فرستد. شما مادر دارین، فرزند دارین، خواهر دارین، اپا دارین، شما مرا دغلانه گپ میزنید، فکر میکنین که مرا گفتین. ما ملت تاجیک باید ملت خوشگفتار باشیم.